سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم از تیلویند CSS استفاده کنیم برای پروژه هامون و ببینیم که چقدر کارمون رو راحت تر کرده. برای این کار من یه پروژه ساده لایت مود و دارک مود رو طراحی کردم و با هم دیگه میایم از کلاس های تیلویند توش استفاده میکنیم. البته برای دارک مودم هم از رنگ بنفش صورتی استفاده کردم، به خاطر اینکه چرا همیشه دارک مود و چرا همیشه سیاه؟ خب من دلم میخواست اپلیکیشنم مود بنفش صورتی داشته باشه، چرا که نه. اما قبل از اینکه بریم کدش رو بزنیم، اگه تا حالا از تیلویند استفاده نکردید نگران نباشید. تیلویند یه فریمورک فوق‌العاده CSS که بهت این اجازه رو میده که خیلی سریع استایل بدی بدون اینکه بخوای یه عالمه CSS رو بری تو فایل جداگانه بنویسی. یعنی کارمون رو خیلی خیلی راحت تر کرده. من خودم تا قبل از این فن بوتسترپ و گوگل متریال دیزاین بودم، ولی از وقتی که تیلویند اومده انقدر راحت و سریعه که چرا تیلویند نه. برای یادگیریشم کاری که من خودم کردم اینه که چیت شیتش رو نگاه میکنم و هر استایلی که میخوام رو نگاه میکنم ببینم که کدومو دوست دارم اضافه کنم و ازش استفاده میکنم. اصلا خیلی کار رو راحت تر کردم. بریم ما هم که ببینیم. اوکی، برای این کار من اومدم از کد پن استفاده کردم و سورس کدم رو اونجا نوشتم و لینکش رو هم پایین میذارم که شما هم اگه خواستین بتونین استفاده کنین و پن هاتون رو ایجاد کنین و همینطور شیر کنین با هم دیگه ببینیم که شما چی کار کردین. خب همینطور که میبینین یه دونه فنسی مود درست کردیم که ببینید دکمه وقتی که کلیک میکنین یه رنگ جذاب باحال صورتی میده. بریم ببینیم که چه شکلیه. توی سایت کد پن یه دونه نیو پن رو باز میکنیم و اینجا پروژه‌مون رو میزنیم. برای اینکه بخوایم از کلاس‌های تیلویند استفاده کنیم کافیه که قبلش توی ستینگ بریم توی این قسمتی که توی هد میشه لینک رو اضافه کرد اضافه کنیم که ما میخوایم از تیلویند استفاده کنیم. بعد دیگه هر کلاسی که بخوایم و میتونیم اینجا ازش استفاده کنیم. حالا بیایم ببینیم که این تیلویندی که ما توی ستینگ گفتیم که میخوایم استفاده بکنیم کار میکنه یا نه. برای این کار تست میکنیم. یه تکست معمولی رو توی یه پاراگراف یه سری کلاس بهش میدیم ببینیم که این تغییرها اعمال میشه یا نه. مثلا یه کلاسی هست به اسم تکست CX لارج که تکست رو بزرگ کرد و از تکست سنتر استفاده میکنم. متنم رو آورد وسط. بعد از فونت بولد استفاده میکنم، میبینم که فونت منو بولد میکنه و همچنین یه سری از رنگ ها رو هم مثل پرپل رو توش تاثیر میذاره با فونت ویت 600. خب پس دیدیم که کلاس ها کار کرد و تیلویند داره کار میکنه. خب بریم حالا پروژه خودمون رو بسازیم. توی HTML هم من میام تگای اولیه HTML رو میزنم که بعد بریم توی بادیش و طرح خودمون رو بنویسیم. خب یه تایتل بهش میدم و توی بادی یکی از کلاس هایی که استفاده میکنم مین هایت اسکرینه. خب حالا من میخوام این مین هایت اسکرین رو اینجا توضیح بدم. خب این مین اچ اسکرین یعنی چی؟ توی CSS این کلاس رو میدادیم که مین هایت مساویه با 100 ویو هایت که در واقع سایز صفحه رو اندازه ارتفاع اسکرینمون میکردیم. همون کلاسه، فقط ما میایم با همین عبارت کوتاه مین اچ اسکرین همون قابلیت رو بهش اضافه میکنیم. خب اینجا هم که از دوتا کلاس ترانزیشن آل و دیوریشن 500 استفاده کردیم که در واقع اینا برای انیمیشن دادن به عناصر استفاده میشن که باعث میشه یه ترانزیشن خیلی نرمی رو داشته باشیم و تغییرای رنگ و چیزای اینطوری خیلی سریع و تو ذوق انجام نشه. با یه ترانزیشن حالت
نرم توی صفحه اتفاق بیفته. و به جز این کلاس ها میتونیم خودمون هم کلاس بدیم. مثلا یه دونه کلاس فنسی بی جی میدم که میتونیم بعدن توی CSS فایل CSS همون استایل های جدا هم بدیم، یعنی فقط لزومی نداره که فقط از تیلوین استفاده کنیم. حالا میام توی تگ H1 یه دونه متن ولکام میذارم و یه سری تغییرات به H1 مون میدیم. ببینیم که چطوری میتونیم سنترش کنیم. حالا من اینجا از اموجی قلب زرد استفاده کردم. دنبال اسپارکل هم میگردیم. خب حالا میخواییم اینجا به دیومون یه سری کلاس بدیم. خب حالا اینجا ببینیم برای اینکه ما بخوایم یه دیو رو بذاریم وسط صفحه چقدر کارمون رو راحت تر از قبل کرده با استفاده از فلکس، که ما قبلا می اومدیم می نوشتیم دیسپلی مساویه با فلکس، justify content center، align items center، نمیدونم از کالم و رو استفاده می کردیم. اما همه اینا رو فقط با نوشتن یه سری کلاس ما میتونیم بهش بگیم که چطوری قرار بگیره روی صفحه. به نظر من که کارو خیلی خیلی آسون کرده. و اینجا این کلاسی که داریم استفاده میکنیم space y6 یا px4، نگاه کنیم که چیه. دوباره اینجا توی چیت شیت ما میبینیم که یه قابلیتی وجود داره به اسم spacing و وقتی که نگاه میکنم میبینم که از space x 0 شروع میشه تا تا شماره 96 که وقتی space x یعنی از left و right به ما فاصله میده، ولی وقتی که space y از top و bottom. خب حالا میام یه دکمه بسازم که این تغییرات دارک مود و لایت مود یا حالا فنسی مودمون رو اینجا بخوایم اعمال بکنیم، که حالا می نویسیم که روی این دکمه کلیک کن و دوباره از قابلیت مثلا تکست لارج استفاده میکنم و یه دکمه میسازم که روی این دکمه یه آیدی میسازم به اسم تاگل. آیدی رو برای این دارم اضافه میکنم که بعداً توی جاوا اسکریپت بتونم ازش استفاده کنم. خب حالا بیایم اون دکمه‌ای که میخوایم دارک مود و لایت مود داشته باشه رو ایجاد بکنیم. برای همین ببینیم که چه کلاسایی باید بهش بدیم. بذاریم ما اینجا صفحه رو بزرگترش کنیم و برای اینکه دکمه رو بسازم یه سری کلاسا بهش میدم. بذاریم یه تکست توش بنویسیم که مشخص باشه تغییراتی که داریم میدیم. خب BG بلک بک‌گراند بلک دادم، از بالا 2 تا، از چپ و راست 6 تا بهش فاصله دادم و خب تو همه جا کارو خیلی راحت‌تر کرده دیگه. مثلا من بخوام دکمه‌مو گرد کنم فقط کافیه از راوندد XL استفاده کنم. و خب همه کلاس ها رو برای استایل دهی استفاده کردیم و این آیدیا رو می نویسیم که بعد بریم توی کد جاوا اسکریپت و براش اعمال کنیم. خیلی خب حالا اینجا ما ببینیم که میشه یه کلاسی خارج از تیلوین نوشت و مثلا اینجا اون رنگ خاصی که میخوام تم من داشته باشه رو استفاده میکنم. یعنی به جای اینکه تم من مشکی بشه من میخوام از یه رنگ گرادینت داره بنفشی و صورتی استفاده کنم. برای همین این بک‌گراند رو استفاده کردم. خب حالا بیایم کد JS رو بنویسیم. اون آیدیایی که قبلا توی HTML نوشتیم و اینجا میایم و ازشون استفاده میکنیم و براشون ایونت تعریف میکنیم که چه اتفاقی قراره بیفته با کلیک کردن روی این دکمه. خب اولش اومدیم چیکار کردیم؟ با استفاده از get element by ID دکمه‌ای که آیدیش تاگل باتن هست رو انتخاب کردیم و گذاشتیمش توی یه متغیری به اسم btn که بعداً بخوایم این btn رو استفاده کنیم.
بعد اینجا میایم کل بادی صفحه رو میگیریم، توی یه متغیری به اسم بادی ذخیره میکنیم، چون میخوایم کلاسای مربوط به حالت فنسی مود رو به کل صفحه بدیم. و بعد میایم دو تا متغیر به اسم btn text و btn icon استفاده میکنیم که همون آیدیایی که توی HTML تعریفشون کردیم و اینجا ازشون استفاده میکنیم که در واقع btn text همون تیکه‌ایه که متن داخل دکمه رو نشون میده که من نوشتم turn on fancy mode و btn icon همون ایموجی داخل دکمه است. حالا وقتی که روی دکمه کلیک میکنیم باید چه اتفاقی بیفته؟ اینجا پس ما به یک ایونت لیسنر احتیاج داریم، پس از قابلیت اد ایونت لیسنر استفاده میکنیم که روی کلیک اتفاق بیفته. و بعد اینجا میایم مینویسیم که body class list toggle fancy mode، یعنی اگر کلاس fancy mode روی بادی نباشه اضافهش میکنه، اگر باشه حذفش میکنه. در واقع داره شبیه یه سویچ عمل میکنه که آن و آف میشه. حالا برای بررسی این که ببینیم که توی حالت فنسی مود هستیم یا نه، اولا میام یه متغیری رو تعریف میکنم به اسم is fancy و اینجا چک میکنم که آیا کلاس فنسی مود روی بادی هست یا نیست. اگه بود یعنی الان تو حالت فنسی هستیم. در آخر هم که تغییر متن و ایموجی دکمه است بر اساس این حالت لایت مود یا فنسی مود، یعنی متن دکمه میشه turn off فنسی مود و ایموجیمون تغییر میکنه به این آب نباته. اگه نباشه متن دکمه میشه turn off فنسی مود و ایموجیمون عوض میشه. و در آخر هم رنگ دکمه رو چطوری عوض میکنیم؟ اگه تو حالت فنسی نیستیم داریم بهش میگیم که پس زمینه رو مشکی کن و متنم رو سفید کن با BG Black و Text White. اگه تو حالت فنسی بودیم پس زمینه رو سفید کن، متن رو مشکی. خیلی خوب، حالا بیاین تستش کنیم ببینیم که وقتی که روی این دکمه بزنیم چه اتفاقی میفته. ببینیم که چقدر باحال میشه از این حالت به اون حالت. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. برای دیدن ویدیوهای شبیه این کانال منو سابسکرایب کنید.